مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 24 مای برخی تفصیلات صدمه پرقربانی روز 22 مای را که باعث هلاکت 6 عضو یک عائله از دهه باغه ناحیه مومن‌آباد شد نشر کرد. مقامات میگویند این صدمه با عیب راننده کماز روی داده است. بنا به گزارش وزارت کارهای داخلی روز 22 مای تخمین ساعت 2:30 راننده کماز محمدالله رستمخان سال تولدش 1990 ساکن شهر کولاب به شهادتنامه رانندگی هنگام حرکت از سمت شهر کولاب به سمت فرودگاه شهر مذکور در گردش سیروهای دهه سنگپر جماعت زیرکی به سمت مقابل حرکت را برآمده به ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره اکراموف دلشاد نظیرویچ سال تولدش 1984 ساکن جماعت باغه ناحیه مومن‌آباد برخورد است. در نتیجه خود راننده اوپل استرا اکراموف و مسافران داخل автомашین مذکور اکراموف فرهاد نظیرویچ سال تولدش 1983 گل و زهرا شایونا سال تولدش 1958 اکراموف و میدگل نظیرونا سال تولدش 1981 صالح و مهرانبی رحمت الله‌ایونا سال تولدش 1986 و خردسال نظیرزاده شاهنوزه دلشاد سال تولدش 2013 ساکنان جماعت دهات باغه ناحیه مومن‌آباد در جای حادثه به هلاکت رسیدند. گفته می شود در گزارش وزارت کارهای داخلی ساکنان مومن‌آباد قبلا گفته بودند که دلشاد اکراموف که در این صدمه همراه همسر و دختر 8 سالش هلاک شد تازه روز 9 مای از روسیه آمده بود تا عید رمضان را در کنار نزدیکانش جشن بگیرد. اعضای این عائله وقتی دچار صدمه شدند که به توی یکی از خویش و اقربایشان می رفتند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.